سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ د اذان افغانستان قدرمندو لیدونکو الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به اوسئ د ژمي دا سړې شپې به د خپلو کورنۍ ترڅنګ په ګرمۍ او خوښۍ سره تېرې کړې وي غواړم مننه وکم له هغه دوستانو څخه چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی همدارنګه هغه دوستان چې نوي زموږ سره یو ځای شوي مصطفی محمدیم له خپلو ګرانو همکارانو سره نن راغلي یو د کابل ښار مکرویانې 4 یا 4 مکرویان ته غواړو چې دغه ځای نه تاسو لپاره برنامه ولرو زموږ سره پاتې شئ د دغې ښکلې او په زړه پورې سیمې څو انځورونه وګورئ خپرونه دوام لري سلام علیکم سلام بیادر خوب هستین بیادر؟ بخیر اسمتان؟ احمد زکی از کدام ولایت هستین؟ کابل چی کار دارین در بازار چی کار میکنین؟ این پرزه فروشی برق است پرزه فروشی برق است ببینیم دکانتانه 1000 دو بریم خوب میزم برو خیر چطور است بیادر کاروبار چطور است؟ شکر است خب چطور از بازارها روزانه سودا چیزی فروخته میشه؟ بله یا دیگه میشه سابق قرنی دیگه کم کاروبار سست شده از اینجا که روزانه چه قاعد می داشته باشید گزاره میشه؟ البته روزای خوب که تیر کنیم بعد هم تیر میکنیم شکر میکشیم
آمدیم همینجا زحمت میکشیم کار میکنیم مصروف هستیم بله انشالله بخیر باشی بیادر جان. کار زنده باش سلام علیکم. بیادر خوب هستید؟ بخیر باشین زنده باشین تشکر لطفا قراری. نامتان؟ ممتاز احمد ممتاز احمد. شما خوب هستید؟ سلامت خوب است نام شما چی است؟ شهزاد چطور است کاروبار چطور است؟ شکر از الحمدلله مگذره خوب دوره جمعیت وارد کاروبار نیست اقتصاد مردم زیر صفر رفته از نگاه اقتصاد خب بسیار همگی به تکلیف هستند ما زندگی فعلا یک خاص سرعه وارث فعلا که همگی رفته رایسن خب که هدف در کجاست معلوم نیست خب حکومتداری از حکومتداری خوش هستیم راضی هستیم طریق حکومتداری حکومت صحیح است فقط اقتصاد مردم ضعیف است همگی باید فهمید یک کار کنن که اگه اقتصاد مردم بالا بره بتونن کاربار زیاد شود یگانه باش که ما پیش شما اون طرف بیایم به نظرم شما مطالعه مسئله هستین. نه من اصلا نیستم فعلا شغل آزاد کارم است فعلا و حساب دوره مکتب خلاص کردیم حالا خب فقط کار بار آزاد میکنیم دیگه کدام کار نداریم فعلا. چطور است مردم میاین پیشتان پوش موبایل و بیتری و چارجر یا سودا میکنین چطور است کاروبار امروز عزیزه که چه قاعد دارین میشه گزاره میشه؟ خب باید اونم قاعد میشه که کرای دکان بتیم مثلا یک مشکلات بس دکان حل بتونیم و بسیار یک اندک میشه که ما پس بتونیم این خرج خانه را پیسا پورا کنیم دیگه بسیار با مشکل دوچار میشیم یعنی فهمید دیگه پیسه مالیه بند میمونیم در پیسه کرا بند میمونیم یا در پیسه خرج خانه بند میمونیم اقتصاد مردم ضعیف است سابق مثلا یک چارچر مردم شاید 100 روپیه 50 روپیه میخریدن حالا من به اندازه چانه میزنن که حتی از نرخ عمدام که پایینتر میخوان یک مشکلات همگی مترسه اقتصاد ضعیف است این تنها مشکل کلگی هم است. خب بیادر شما برای ما یک شعر میگین کدام بقایی یا کدام خاطره جالب از این دکان مشتری که میایه کدام خاطره جالب داشته باشه؟ کدام خاطره جالب خب فی‌الحال تا والا نداریم دی دکان از ما هم دیگه زیاد شده یک 3 ماه میشه تا فی‌الحال اینجا دیگه شما اینجا کارمند هستین؟ بله اینجا انجینریش مربوط خودم میشه. خب شما انجینر صاحب هستین؟ بله چطور از بر مردم یگان تاش کم خرج می باشه بی پول می باشه باز کتی از باز یک کمک اشاره میکنین دیگه. بله مراحت که نکنیم روزه که میشه اقتصاد کلگی ضعیف است دیگه نمیشه که ما هم یک چیز در نرخ‌های سابق خود باشیم باید نرخ‌ها را دیگه چیز پایین‌تر ببریم که مردم هم بتونن تلفن‌های خود ترمیم کنن و یک چیز به ما هم شود بر از هم شود. خب از شما تشکر برادرم بخیر باشین بخیر. سلام برسه. سلام علیکم بیادر خوب هستین بخیر؟ بخیر هستین صحتمند کمک پیش بیاین. چطور هستین خوب هستین؟ شکر از فضل خدا. نامتان؟ اسم ماسیب اسیب. از کدام ولایت هستین؟ قره‌باغ دیگه ولسوالی قره‌باغ مربوط کابل است. مربوط کابل میشه. چطور است کاربار تا؟ شکر است هزار بار شکر است تر یا خوش قناعت کردیم هزار بار شکر است چرا نیست. خوب است. چطور است بازار مرغ یا کس میخره؟ شکر است میشه بعض وقت است دیگه بعض وقت نیست دیگه بازار است دیگه دکانداری است بعض وقت میشه دیگه حوصله کار داره شکر میکشه. چند نوع مرغ داری خودت؟ 3 رقم مال از 250 هم است 350 هم است دیگه 300 هم است مختلف از بعض کسا که مثلا زورش نمیکشه دیگه امو خورتر کوشش میکنیم بخشان دیگه بتیم 250 افغانی 300 هم از کلانتر از اون کلانتر 2 کیلو 400 گرم 500 گرم میباشه و 300 است 330 320 به خود ما تمام میشه 20 ما مفاد میگیریم. و چطور است مشتریاتون میایه؟ خوب است بله از دیگه 2 تایم از ماست یکی تایم صبح تا 10 بجه از باز بعد از تا از 4 تا 6 بجه از بازار ما شکر از فضل خدا میشه بس کوارا خوب تب خوش معلوم میشین. چی دارین برای بینندای عزیز ما یک شعر بگوین یا کدام فقایی جالب داشته باشین؟ هیچ چیزی نداریم فقط در گوشه و کنار یک هستن آرام باشن مسافرین در پناه خدا باشه آرام باشن کلگی آرام باشه این قرار میخوایم. بخیر باشی بیادر. خدا نگهدارت آرام بخیر باش. سلام علیکم حاجی. علیکم بیادر بخیر. خوب هستین بخیر؟ صحتتان خوب است؟ قراری. حاجی صاحب میشه خود معرفی کنی؟ من محمد عالم از باشنده کابل هستم. اینجا چه کاروبار دارین؟ اینجا جاروی یا میپروشین؟ دخلک و انتظار ماندیم من قلب ما مسپرنگ داره اینجا افتیدیم دیگه یک 4 تا نان پیدا کنیم.
چطور است کاروبار چطور است؟ والا کاروبار مزه نیست دیگه یعنی قرار میشیم تا شام والا که تو روز میشه که نان چاشت نمیخوری روز روزانه که فروشات دارین گزاره میشه کتی از پیسه؟ میشه گاهی نمیشه دیگه چی کنیم مقاومت میکنیم کدش والا چی از این دخلکات چند نوع دارین دیگه از بار شما؟ روز یک 100 روپه 50 روپه 20 روپه اگه بر ما بانه اگه نمانه دیگه اما تو گشته بیریم سل خانه چی پیام دارین و چی خواسته دارین از مردم و دولت سونی کامره سعی کنین کامره ما در خدمت از شما بگوین موقعی نمیست که بدر چی کنن امی کار بار پیدا شوی نمی خواست ما دیگه کدام مشکل نداریم کدیش از دنگای امنیت اطلاع خوب سعیز مگم کاربار که نباشه اشکم گوشه چه رقم زندگی کنی فهمیدی؟ بخیر باشین حاج صاحب زنده باشی شما خیر باشین سلام علیکم بیادر و علیکم سلام بیادر خوب هستین خوب هستین قراری؟ بخیر است انشالله جانکتان جور است اسم مبارکتان چیست؟ اسمم مدثر مدثر اینجا چی کاروبار میکنی؟ اینجا بس مصروف میکنه فروشیستیم ما کنه فروشیستین چطور از بازارایتان؟ خوب است فضل خدا دیگه میشه گذارم میشه خدا رو شکر اینجا چند نوع سامان خانه دارین چی چیزا پیش شما فروخته میشه؟ اینجا تمام وسایل خانه است دیگه از قبیل توشک قالین گاز کندو این چیزا دیگه وسایل خانه اینو باز از کجا میارین گیجه میفروشین؟ این همی خانه والا میاره بر ما میخریم و میفروشیم اینو از خانه والا میگیرین باز اینجا میفروشین؟ بله قیمتاش چطور است؟ یعنی قالینی که سرشان چشتین همی چقدر قیمت داره؟ قیمتاش دیگه مناسب است همین قالین 12 متر است دیگه 5000 روپیه قیمتش است 5000 باز نویشه میخری و چقدر قیمت شد؟ نه وضعیت می دیگه 12000 13000 یا کجایی است وطنی است یا خارجی؟ این دیگه خارجی است ایرانی است دیگه قالین وطنی هم هست اینجا پیدا میشه بله بخیر باشین بیادر سلامت باشین خیر باشین سلام علیکم بیادر خوب هستین؟ من قراری زیر است انشاءالله این طرف بیاین که دمی روی کامرا بیاین خوب خواستین؟ شکر فضل خدا زیر است انشاءالله اسمتان؟ اسم پیکان است خب چقدر وقت میشه اینجا کاروبار دارن؟ یک 10 سال میشه مدت 10 سال چطور است بازار میوه چطور است؟ حالا بازار میوه خب پیش از این خوب تا لگزر تغییرات آمده یعنی تقریبا یک 2 سال میشه تغییرات آمده بازارش کم رنگ شده؟ یعنی از 100% یک 30% مونده سابق کرده چی دارین اینجا شما که میفروشین؟ از ما دیگه این میوه وطن است فعلا یگان چیز سیب تورا مونده دیگه مالتا است انار است هر چیز است میوه رک میبینید میوه است این مالتا از کدام جای است از وطن خود ماست از مملکت خارج است؟ این مالتا که است نیا وطنی است اون مالتا پاکستانی است و اون دیگه مالتا که است سبتکا که است و ایرانی است سه رقم میوه است فعلا تو امور بر ما نشان بدی کدامش خوبش است؟ مالته خوبش که فعلا نه دیگه وطنی فعلا نه خوبش است با پسانا دیگه که میشه بازینی مالته پاکستانی سواتی این بسیار خوبش میشه فعلا در حساب مزه و شیرینی اینی مالتا بسیار خوبش است مالته جلال آباد است این باز کتی از او چی فرق داره؟ فرقشان در چی است؟ فعلا فرق است که شیرینی زیاد است که وطنی داره باز پسانا که میشه مالته سوات در حساب مزه و شیرینی خیلی خوبش میشه فعلا وطنی خوبه باز پسانتر پخته میشه؟ دیگه تقریبا اگه اون 10 15 روز بعد دیگه با بخیر سواتی مالتش بالا میشه در حساب مزه و کیفیت خود بالا میشه از این انار بگوین انار از کجا میاد؟ انار دیگه دو جای است یکی قندار است یکی تگاو است فعلا سیزن قندار خلاص شده از تگاو است اینی انار تگاو است و نوع قنداری دیگه حالا فعلا وقتش قدر نیست باز در انار از قندار خوب است یا از تگاب؟ فعلا تگاو در وقتش باز از چی میباشه خوب از قندار شما مشتریتون در کدام زیاد دارید؟ زیاد در قندار انار قندار خوب فروخته میشه؟ بسا با شیرینی و ترا خود خوبش است باز تگاو که در سرخی خوب است مگم یکم ترشی داره انتصابه بخیر باشین بیادر
سلام علیکم. علیکم برادر، خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر. هستین؟ سلامت باشین. اسم مبارکتان؟ اسم محمد احسان. محمد احسان. چقدر وقت میشه اینجا میوه فروشی میکنی؟ یک 6 سال میشه که میوه فروشی میکنم. مدت 6 سال. چطور از بازارا؟ شکر است دیگه، بازارا صفر است فعلا. روزانه فروشات چیزی داریم؟ خوب است دیگه، فروشات که در دوره جمهوریت بود دیگه، در این دوره مردم یک ذره اقتصاد ضعیف است. تا میگه میوه خریدن نمیره، یک بوجیار یک پیپ روغن خانه خود ببره. و شما اینجا چی چیز از کدام میوه ها دارین؟ میوه ها دیگه مختلف است، هر رقم میوه است، نظر به فصل است. بیشتره کجا تربوز دیدم، مال خب موسم تربوز نیست، از دیگه جای میاد. این موسم تربوز خو نیست، تربوز وطنی هم است، تربوزای ایرانی است، خاطر شب یلدا آمده بود دیگه. یک تعداد مردم از مسابقه تجلیل میکنه شب یلدا را، از او خاطر. او تربوز برای شب یلدا خوب است. با شب یلدا میگه باش سرخ باشه، شب نشینی میکنن، میشینن، قصه میکنن. باز تربوز میخورن. تربوز میخورن، انار میخورن، باز کسا انگور میبرن، همین چیزا رو میبردن. بخیر باشین بیادر. سلامت باشین برادر. بخیر. سلام علیکم. و علیکم خوب هستی؟ بخیر. شکر. قراری چی حال و احوال؟ شکر، از جور هستی؟ نام تا بگو. محمد یونس. محمد یونس. از کدام ولایت است؟ از ولایت مزار شریف. از ولایت مزار شریف. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ اینجا یک 6 سال میشه، 7 سال. 6 سال. بازی چه شاگرد هستی از خود است؟ نه، از خودم است. از خودتان است. تو این طرف بیا، چه خوب انگور آوردین. چطور است بازار انگور؟ چطور است؟ خوب است دیگه، صحیح نه. ولی چیز گنده میشه، کس نمیخره. بازار صحیح نیست. بازارتان کم رنگ است؟ دیگه بازار کم رنگ است. اینجا شما چی چیز میفروشین؟ کدام میوه هاست؟ هر میوه است دیگه، سیب، انار، هر چیز است. از کدامش مشتری زیاد داره؟ انار هم است، مالتا هم است، کیله، هر چیز مشتری داره. خب میخرن، صحیح نه. بازینی اناناس از کجا میای؟ باش ما بگیرم. بگیرم. بازی از کجا میای؟ این از برازیل میاد اناناس. خب چطور است بازار از یا؟ میخرن، خوب از بازار از باز خراب نمیشه. گفتم با کدام مرض فایده داره و کدام مرض است؟ ما چون الان اون خبر ندارم. خوب. بخیر باشی بیادر جان. جور باشی صدنا. ګران لیدونکو راورسېدو د خپرونې پای ته. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، کومنټ کړئ او له دوستانو سره یې هم شریک کړئ. همدارنګه فیسبوک پاڼه هم در سره لایک کړئ او شیر یې کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات ده، د کابل هوا او د افغانستان د ځینې نورو ولایتونو هوا ډیره سړه ده. نو که تاسو غواړئ چې په دغه سړه هوا کې له خپله بېوزلو هېوادوالو سره کومک وکوئ، زموږ دغه شمیره چې تاسو ته په سکرین ښکاري، د دې سره اړیکه ونیسئ. تر بیا او بلې خپرونې الله مو مل شه، ښاد ودان اوسئ.